در شهر خوجند حادثه‌های ناخوشی سوختار زیاد شده است. تحلیل‌های ناظران خدمات دولتی آتش‌نشانی نشان می‌دهد که بیشتر سوختارها در منزل‌های استقامتی ساکنان سر می‌زند. سبب آن رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری از آتش به حساب می‌رود. محض از همین حساب متخصصان با اهالی ملاقات نموده کارهای فهماندهی را به راه ماندند تا سطح سوختار در مقیاس شهر خوجند کم کرده شود. دو مرحله گذرانده می شود. محافظت در مرحله عین زمان مرحله دوم رفته ایستاده است در شهر خوجند. در اساس قرار رئیس شهر 415 از 1 نوامبر تا 1 دکامبر گذرانده می شود. در این مرحله ما اساساً در خانه استقامتی شهروندان گذرانده می شود که آگاه کنیم که در وقت استفاده بری در وقت زمستان تجهیزات‌های گرم‌دهی برقی، تجهیزات‌های گازی معیشی درست به راه مانده، یعنی که از سنجش گذرانند که بسیاری حادثه‌هایی که در خانه استقامتی به قید گرفته شده است این اساساً از تجهیزات‌های برقی و گازی معیشی میباشند. اگر دوام 11 ماه در شهر خوجند 37 عدد سوختار به قید گرفته شده باشد، بیش از 20 عدد آن یعنی قسم زیادی سوختارها در منزل‌های استقامتی ساکنان سر زده است که در نتیجه آن هرچند تلفات جانی نیست اما خسارات بزرگ را به بار آورده است. بیشتر رخ دادن حادثه‌های مذکور این رعایت نکردن عادی‌ترین طلبات بی‌خطری از سوختار میباشد. مثلا استفاده پیچ‌های گرم‌دهنده برقی که به معیار استانداردی جوابگو نیست. در 11 ماه سال روان در شهر خوجند 37 عدد حادثه ناخوشی سوختار به قید گرفته شده است. از این 37 عدد حادثه ناخوشی سوختار 22 عدد آن در خانه استقامتی یعنی که منزل‌های استقامتی شهروندان به قید گرفته شده است. اساساً سوختارها این بی‌نظارت گذاشتن تجهیزات برقی، نادرست استفاده بری ناقل‌های برقی، آتشبازی کودکان گردبازی یعنی که بعد 4 عدد سوختار در نقلیات شخصی شهروندان قید گرفته شده است. خسارات عمومی 315,779 سامانی در سال جاری خسارات رسانیده است. در نتیجه سوختارها از این خسارات ایمی نگاه داشتگی در عموم 133 میلیون سامانی ایمی نگاه داشته شده است. تحلیل‌های متخصصان خدمات نشان می‌دهد که سوختار بیشتر در ساحل راست دریای سیر به وقوع پیوسته است. بیشتر در منطقه‌های 19, 31, 32 و 34 شهر خوجند سوختار زیاد شده است. در این موضع باشندگان خوجند نسبت به قاعده‌های بی‌خطری از سوختار چندان اهمیت نمی‌دهند. محض برای پیشگیری نمودن از سوختار ناظران قسم مستقل حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند بین اهالی و ساکنان و باشندگان خوابگاه‌های حدودی شهر کارهای فهماندهی گذراندند. طرز درست استفاده برده، طرز جابجاگذاری خاشاکی درست که چهارواقع خاکسترهای خاموش نشده و در یک جای معین جای پرتافتن در کار پرتابهای خاکسترهای پیچی بخوری هم. تجهیزات برق چیه؟ باید به نظارت نگذاشتن تجهیزات برقی، راه ندادن به استفاده بری ناقل‌های موقتی برقی، لوچمنی و یا دستور صحبت‌ها گذرانده گشتیم. گذراندن کارهای فهماندهی بیشتر با ساکنان، باشندگان خوابگاه‌ها و مسئولین خانه کودکان به راه مانده شد. هدف اساسی ملاقات آنها با این گروه سری وقت پیشگیری کردن سوختار و استفاده درست تجهیزات‌های تکنیکی گرم‌دهنده برقی بود. همچنین استفاده ناقل‌های با صفت در حجره‌ها و ساکنان و باشندگان توصیه داده شد. در مرکز 4 سپری آتش‌نشانی موجود است. زیاده از 50 عدد آتش‌خاموش‌کنک‌های در همه گروه‌ها پیش بینی کرده شده است که همه آتش‌خاموش‌کنک‌ها در حالت کارشایمی میباشد. دائما از طرف ناظران قسم مستقل به ما پیشنهادات کرده می شود که همین حالت‌های پیشگیری از حالت‌های ضد سوختار تکنیک بی‌خطری در مرکز قطعاً رعایت کرده
шавад. маркази дастгирии оила ва кӯдакии шаҳри хуҷанд барои 70 кати қабул кӯдакон пешбинӣ карда шуда, айни ҳол 33 нафар кӯдакон таълиму тарбия мегиранд ва ин 6 гурӯҳро дар бар мегирад. масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри хуҷанд аз сокинон хоҳиш менамояд ки барои солим нигоҳ доштани атрофиён аз печҳои ба меъёри стандартӣ ҷавобгӯ истифода намуда таҷҳизоту техникаи барқиро аз назорати мутахассисони электрик гузаронанд, зеро таҳлилҳои ҳодисаи сӯхтор нишон додааст ки сабабҳои асосии сар задани он ин беназорат гузоштани таҷҳизоти барқӣ 10 адад, нодуруст васл намудани ноқилҳои барқӣ 12 адад, беэҳтиётии нисбати нодуруст истифодабарии зарфи гази моеъ 3 адад, кашидани сигор 2 адад, нодуруст истифодабарии таҷҳизоти барқӣ 6 адад, оташбозии кӯдакон бо гӯгирд 3 ададро ташкил медиҳад, ки дар натиҷа сӯхтор сар зада хисороти калони молӣ ба бор овардааст. аз ин рӯ нисбати истифодаи таҷҳизоти барқиву газӣ эҳтиёткор бошед. гузориши мафтунӯшкурова, наимҷон аюбов ва насим раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.